Hey guys, I hope you're doing well. امروز میخوام یه اپلیکیشن بهتون معرفی کنم. این اپلیکیشن مخصوص زبان آموزهای مبتدیه، زبان آموزهایی که تازه یادگیری زبان انگلیسی رو شروع کردن و میخوان در کنار کلاس زبانشون زبان انگلیسیشون رو تقویت بکنن. اسم این اپلیکیشن هست Learn English for Beginners. براتون مینویسم اسمش رو توی کپشن. وارد اپلیکیشن میشین. داری زمان میبره تا اپلیکیشن برای شما لود بشه. زمانی که لود شد روی دکمه پلی میزنیم و اینجا میبینید که میتونید یه اکانت بسازید و ستاره ها و الماس های خودتون رو دریافت بکنید. مطالب همگی به صورت سطح بندی شده هستن، لول 1 لول 2 و هرچی میریم پایین تر لول های بعدی رو میبینیم که کلمات به مرور آروم آروم جدیدتر و سختتر میشن. از اینجا که شروع بکنیم الفابت، نامبرز، کالرز، فود، ویجیتابل، فروت و بقیه موارد هست. به عنوان نمونه وارد بخش کالرز میشیم. اینجا میبینید که خود بخش کالرز از 5 بخش تشکیل شده: vocabulary، listening، reading، memory و writing. vocabulary لغت هست، listening بخش شنیداری، reading بخش خواندن یا خوانداری، memory بخش حافظه و حفظ کردن، writing بخش نوشتاری و در آخر هم بخش تست رو داریم. حالا وارد بخش vocabulary میشیم. در ابتدا اینجا تمام رنگ ها رو با فلش کارت به ما یاد میده و زمانی که ما اینها رو تکمیل بکنیم میتونیم به بخش های بعدی بریم، به بخش های listening که اینجا کلمات رو برای ما تلفظ میکنه و ما باید کلمه درست رو پیدا بکنیم. آروم آروم با این مطالب پیش میریم تا بتونیم به یادگیریمون کمک کنیم. خوشحال میشم اگه سوالی داشتید ازم بپرسید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.